اگر شهرت طمع داری رفیق بدی مجنون شو. قلبت رو بلند و پاک نگاه دار. سرت رو بوشد پایان. هیچ گاه متکبر نباش چونکی آینده‌ات رو میسوزونی و شخصیتت رو محروم از موفقیت میگردونی. دویم چهره کشاد داشته باش و تبسم کردن رو به اطرافیان دریغ ندار. ثروت حقیقی آن است که از شما هیچگاه او را کسی گرفتن نمیتواند. او در داخل شماست. برای شخصیت عالی شدن در آینده باید شخصیت تنبلی در گذشته بوده رو در داخل خود نابود سازی. موفقیت حرکت را طلب میکند. آنهایی که دویم بی‌عملند و انتظار دیگرگونی‌اند به سوی مقصدشان حتی به 1 سانتیمتر هم نزدیک نخواهند شد. در 3 حالت مقصدها عملی میشوند: هنگامی که شما لایق به دست آوردن مقصدتان هستید، هنگامی که شما تیار هستید و هنگامی که شما مقصدتان را استفاده برده میتوانید. انسان‌های بزرگ به افسانه باور ندارند. آنها با دست‌های خودشان زندگیشان را به مانند افسانه میکنند. سلامت باشید.